اگر اینجوریه که بیا کلا از این خاک بردار، کلا مجانی هم هست. بیاید که خودم بهتون بگم ویژگی یه خاک خوب چیه. اول از همه یه خاک خوب نباید گرد و خاک زیادی داشته باشه، چون که باعث عطسه گربه‌ها یا حساسیت دست و پاهاشون میشه. دوم از همه باید به بافت خاک نگاه بکنید، نباید خیلی ذرات تیزی داشته باشه که دست و پای گربه‌های شما رو زخم بکنه. مورد سوم اینکه خاصیت کلامپینگ یا اون سفت شدنش رو بتونه زود نشون بده، یعنی بعد از اینکه گربه شما رفته از شویی خاک زود سفت بشه. لزوما یک خاک خوب یک خاک گرون نیست. خیلی از خاک‌ها که قیمت‌های خیلی مناسبی هم دارن میتونن تمام این ویژگی‌ها رو به خوبی داشته باشن. شما توی کامنت‌ها بگین که از چه خاکی دارین برای طول مدت استفاده می‌کنین و ازش راضی